هرچی درباره امام میگم کم گفتم، با همه وجود دارم میگم. قسی القلب، جنایتکار، سیاست باز، از خدا بی خبر، بی دین، بی وجدان، فتنه انگیز در کشورهای اسلامی. امام منشأ فساد بود. بعدش من نمیدونم، دلم نمیخواد راجع به مقام معظم رهبری حرف بزنم، ولی مقام معظم رهبری نفسشون در نمیاد. بسان خنجرند که همیشه از پشت در قلب مسلمانان فرو رفته‌اند. مقام معظم رهبری عجیب و غریبه، یه 2-3 سال اخیر یه جهش عجیبی پیدا کرده برای بالا کشیدن اموال بیت المال و بعضی وقتا برداشت 57 میلیون دارن. چطور کسی نظارت نمیکنه؟ مجلس کجاست؟ اینا فاجعه هایی است که مقام معظم رهبری به بار آوردن. مردم نظام محکوم کردن، ارشد امام محکوم کردن. دیگه ما باید فاتحه خیلی چیزا رو بخونیم. تعجب واقعا، اصلا دنیا به کجا داره میره.